سه‌بعدی می‌تواند یک فایل سه‌بعدی طراحی شده با استفاده از نرم افزارهای مخصوص و یا اسکنر سه‌بعدی را به یک شیء فیزیکی قابل لمس تبدیل کند. نحوه کار پرینترهای سه‌بعدی بدین صورت است که فایل سه‌بعدی پس از اعمال تنظیمات نحوه پرینت و انتقال آن به دستگاه و بارگذاری مواد مصرفی دستگاه، شروع به کار نموده و مدل فیزیکی را به صورت لایه به لایه پرینت و می‌سازد. یکی از کاربردهای پرینترهای سه‌بعدی مدل‌سازی‌های اولیه و در پاره‌ای از موارد ساخت محصول نهایی است. به طور کلی میتوان گفت که مهمترین کاربرد این دستگاه نمونه‌سازی اولیه محصول جهت کنترل و ایرادیابی محصول طراحی شده و رفع ایرادهای احتمالی و در نهایت تولید انبوه محصول توسط روش‌های تولیدی دیگر است. فناوری پرینتر سه‌بعدی به روش‌های گوناگونی تقسیم بندی می‌شود که مشهورترین آنها فناوری FDM و SLA هستند. روش SLA نخستین روش ابداع شده در حوزه پرینت سه‌بعدی میباشد که در سال 1988 میلادی معرفی گردید. در این روش از انواع رزین‌ها برای تولید قطعات استفاده می‌شود که آنها را به صورت انتخابی توسط لیزری با طول موج خاص سفت می‌کند. دستگاه از یک سکوی ساخت تشکیل شده است که قطعه مورد نظر بر روی آن ساخته می‌شود و در داخل یک مخزن حاوی رزین در جهت عمودی حرکت می‌کند. همچنین یک سیستم لیزر در بالای دستگاه قرار دارد که به همراه یک سیستم اسکن لیزر دوبعدی لکه لیزر را بر روی سطح رزین در قسمت مشخص می‌تاباند و باعث سفت شدن آن و تشکیل قطعه می‌شود. قطعه به صورت لایه لایه بر روی هم ساخته می‌شود و به بالا می‌آید. این پرینترها از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و قطعاتی که تولید می‌کنند بسیار ظریف و زیبا هستند. انواع مختلفی از مواد اولیه رزینی در این دستگاه‌ها به کار می‌رود، مانند رزین استاندارد که رزینی با قابلیت پرینت جزئیات در حد متوسط و با استحکام متوسط که برای پرینت نمونه‌های اولیه و تست ابعادی و کارایی قطعات پرینت شده استفاده می‌شود. قیمت مناسب و سرعت خشک شدن بالای لایه‌ها از خصوصیات مثبت این رزین به شمار می‌رود. رزین صنعتی نیز دارای سختی بسیار بالا و استحکام فوق‌العاده میباشد که در کنار قابلیت تحمل حرارت بالای 230 درجه سانتیگراد و قابلیت چاپ جزئیات بالا این مدل رزین را بسیار خاص می‌کند. رزین صنعتی مناسب ساخت قطعات نمونه اصلی و کاربردی، قالب‌هایی که نیاز به تحمل حرارت دارند، قطعات مکانیکی و بسیاری از کاربردهای دیگر است. رزین ریخته‌گری نیز سختی بالایی دارد و قابلیت چاپ ظریف‌ترین قطعات را داراست، اما خاصیت اصلی این رزین قابلیت سوختن و بخار شدن در دمای بالای 200 درجه سانتیگراد است که این رزین را مناسب ریخته‌گری‌های ظریف مانند طلاسازی و یا ایمپلنت‌های دندانسازی و غیره می‌نماید. رزین ABS یا سفید برفی دارای رنگ سفید میباشد و سختی بسیار بالا و همچنین قابلیت پرینت جزئیات در حد رزین صنعتی را دارا میباشد. قابلیت اصلی این رزین تغییر رنگ است و به این شکل است که شما میتوانید با اضافه کردن قطره‌ای از پیگمنت مخصوص به این رزین و یا مخلوط کردن پیگمنت با هم هر نوع رنگی که دلخواه شماست را ایجاد میکند. رزین دیپ بلک از نظر مشخصات بسیار شبیه رزین صنعتی میباشد، با این تفاوت که این رزین قابلیت چاپ بالاتری در جزئیات دارد و میتوان گفت این نوع رزین مخصوص چاپ قطعات سخت با جزئیات بسیار بالا است. اولین نوع پرینتر سه‌بعدی با روش رسوب‌دهی مواد گرم و نرم به نام FDM یا مدل سازی ته‌نشینی گداخته معرفی شد و از مواد اولیه به جنس پلاستیک به شکل رشته‌ای رولی که به عنوان فیلامنت شناخته می‌شود استفاده شد. فیلامنت‌ها بعد از ورود به دستگاه اکسترود شده و در قسمت داغ نازل ذوب می‌شوند و سپس با فشار تنظیم شده‌ای از نوک نازل که معمولاً سوراخی بین 2 تا 7 میکرون است خارج می‌شوند.
نازل دستگاه در سه جهت X، Y و Z حرکت می کند و پلیمر ذوب شده در داخل اکسترودر را بر روی قطعه می نشاند و بعد از تمام شدن یک لایه به اندازه یک ضخامت لایه به سمت بالا حرکت می کند. به طور معمول فیلامنت ها به صورت رول های نیم کیلویی، یک کیلویی و یا بالاتر عرضه می شوند که متداول ترین آنها رول های یک کیلویی است که در بردارنده 330 متر فیلامنت به قطر 1.75 میلیمتر است و در شرایط پرینت سه بعدی متعارف با استفاده از یک رول فیلامنت یک کیلویی می توان 60 ساعت پرینت نمود. PLA رایج‌ترین ماده اولیه پرینترهای سه بعدی است و از ویژگی‌های این پلاستیک می‌توان به شفاف بودن، نرمی و قابل ارتجاع بودن آن اشاره کرد. PLA یکی از ساده‌ترین مواد برای چاپ است، زیرا هنگام چاپ به یک سیستم گرم نیاز نداشته و معمولاً در دمای 180 تا 220 درجه سانتیگراد چاپ می‌شود. این فیلامنت یک پلاستیک امن و با طبیعت سازگار است و میتوان از آن برای بسته‌بندی مواد غذایی و ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف، اساسیه یا لوازم خانگی، پوشاک یک بار مصرف، محصولات بهداشتی و حتی پوشاک استفاده کرد. همچنین با توجه به بی‌ضرر بودن برای بدن، مواد PLA را میتوان به عنوان مواد اولیه ساخت تجهیزات پزشکی و پروتزهای دندانی استفاده کرد. این ماده سخت اما شکننده است و در برابر حرارت مقاوم است، اما در اثر تابش طولانی مدت خورشید و تماس مداوم با آب آسیب می‌بیند. دومین پلیمر محبوب ABS است که ارزان ترین فیلامنت بوده و در صنعت لوله سازی، قطعات خودرو، لوازم آشپزخانه، لوازم جانبی تلفن همراه و سایر قطعات کوچک کاربرد دارد. ABS یک نوع ترموپلاستیک است که حاوی پایه‌ای از الاستومرها و اساس پلی‌بوتادین است و بهترین دمای پرینت آن بین 220 تا 240 درجه سانتیگراد است. دمای بالا، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر گرما از ویژگی‌های این مواد مصرفی هستند و خاصیت سنباده‌خوری خوب و رنگ‌پذیری بالایی دارد. با این حال ABS پلاستیک غیرقابل تجزیه مبتنی بر نفت است، اما میتوان آن را بازیافت کرد و با توجه به خاصیت جذب رطوبت این مواد اگر در محیط مرطوب ساخته شوند ممکن است در کیفیت ساخت تأثیر منفی داشته باشد. همچنین در صورت قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید فاسد میشوند. از دیگر مواد مصرفی پرینتر سه‌بعدی HIPS است که اقتصادی و مقاوم بوده و چاپ راحتی دارد و حلال آن لیموناد است. HIPS به عنوان سازه ساپورت با ABS و PLA مورد استفاده قرار می‌گیرد. درجه حرارت پرینت با این مواد بسیار بالا و بین 210 تا 260 درجه سانتیگراد است. صفحه کار با آن باید بسیار داغ باشد. در مقابل این گرما نیاز به تهویه هم دارد. از این فیلامنت به صورت جداگانه برای پرینت قطعات هم میتوان استفاده کرد. فیلامنت فیبر کربن. این فیلامنت ها در صنعت به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند و چاپگرهای سه‌بعدی در استفاده از آنها تخصص دارند. محبوبیت روزافزون این نوع فیلامنت ها به این دلیل است که چاپ‌های سه‌بعدی تولید شده با فیبر کربن با وجود وزن کم مقاومت بسیار بالایی دارند. فیلامنت‌های فیبر کربن در واقع الیاف‌های کربن کوچکی هستند که درون یک ماده پایه مانند PLA، PETG، نایلون، ABS یا پلی‌کربنات قرار دارند که باعث قوی‌تر شدن آنها می‌شوند. PET فیلامنتی ایدئال برای هر قطعه‌ای است که برای تماس با غذا در نظر گرفته شده است و معمولاً در بطری‌های پلاستیکی یک بار مصرف دیده می‌شود. علاوه بر این ماده نسبتاً سفت و سخت است و از مقاومت شیمیایی خوبی برخوردار است. انواع مختلفی از قبیل PETG، PETE و PETT به فروش می‌رسد. این پلاستیک ها هنگام پرینت هیچ بویی را منتشر نمی کنند و 100% قابل بازیافت هستند. این فیلامنت رطوبت هوا را جذب می کنند و دمای مناسب برای چاپ با آن
220 الی 250 درجه سانتیگراد است. PETG یا PETG ورژن گلیکولدار از متریال PET است. این ماده شفاف و براق از مقاومت بالایی در برابر آب برخوردار است. برای ساخت انواع بطری نوشیدنی، بسته‌بندی مواد غذایی و همچنین ظروف یکبار مصرف و حتی ظروف غذا از این مواد استفاده می شود. به دلیل چسبندگی که دارند، لایه‌ها به خوبی به هم چسبیده و شکلی منسجم تشکیل می شود. از دیگر ویژگی‌های این فیلامنت می‌توان به قابلیت انعطاف بالا، استحکام، مقاومت در برابر ضربه و حرارت نام برد و دمای ذوب آن بین 230 الی 260 درجه است. با توجه به بی‌ضرر بودن این ماده می‌توان از آن به عنوان مواد اولیه ساخت تجهیزات پزشکی و پروتزهای دندانی استفاده کرد. فیلامنت PETG با وجود هزینه بیشتر یک جایگزین مناسب برای ABS و PLA است. پلاستیک TPU بسیار منعطف بوده و در برابر ضربه مقاومت زیادی دارد و همچنین دارای مقاومت سایشی خوبی است، اما پولیش و پرداخت آن مشکل است و نمیتواند به سادگی با چسب متصل شود. PC این فیلامنت مقاوم به علت خصوصیات مشابهش با ABS به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شده است. PC به راحتی پروسس می شود و می توان آن را ضد عفونی کرد، اما به تابش نور خورشید حساس است. فیلامنت وود نوعی ماده ترکیبی است که از 70% PLA و 30% مواد ترکیبی مانند بامبو، چوب پنبه و براده‌های چوب تشکیل شده است که به فیلامنت بافت ارگانیک تری می‌بخشد. این مواد را می‌توان با بیشتر پرینترهای سه‌بعدی به کار برد و در دمای 175 تا 250 درجه سانتیگراد چاپ می‌شود. در طول چاپ بوی چوب می‌دهد و قطعات چاپ شده را در پایان می‌توان برش، سنباده و رنگ کرد. PVR نیز به عنوان مواد پشتیبانی قابل حل استفاده می‌شود و یا برای کاربردهای ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دمای مناسب برای پرینت این فیلامنت 160 الی 190 درجه سانتیگراد بوده و از آنجایی که در آب حل می‌شود باید در محیطی به دور از رطوبت نگهداری شود. در چاپ PVR گاهی اوقات از پرینترهای 2 یا چند نازل استفاده می‌شود که به منظور ساپورت گذاشتن برای قطعاتی که برآمدگی‌های غیر متصل به کف دارند و یا در قطعات پیچیده برآمدگی‌هایی وجود دارد که هیچ پشتیبانی از لایه‌های زیرین ندارند استفاده می‌شود. با قرار دادن محصول نهایی در آب، PVR حل شده و محصول قابل بهره برداری میباشد. PVR به طور معمول در دمای 190 درجه سانتیگراد اکسترود می شود، اما کار با آن آسان نیست چون حساسیت بالایی به آب و رطوبت دارد. پس باید در جعبه‌های دربسته به همراه رطوبتگیر نگهداری شود. فیلامنت‌های متال حاوی پودر فلزهای بسیار ریز مانند مس، برنز، برنج و استیل هستند. درصد پودر فلز تزریق شده در هر فیلامنت بسته به سازنده میتواند متفاوت باشد. وجود این پودر فلزی باعث می شود که فیلامنت به مراتب سنگین‌تر از پلاستیک‌های استاندارد باشد. از آنجا که این فیلامنت‌ها از طریق جریان داغ خارج می‌شوند، بسیار ساینده هستند و برای چاپ مؤثر نیاز به تعویض نازل دارند. POM یا پلی استال معمولاً برای مهندسی قطعات خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فیلامنت از استحکام بالا و انعطاف‌پذیری خوب و پایداری عالی برخوردار است و به دلیل استحکاکی کم معمولاً به عنوان چرخ دنده، یاتاق‌بان، توپ و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فیلامنت از مقاومت شیمیایی و گرمایی خوبی نیز برخوردار است.
فیلامنت POM به طور معمول برای چاپ قطعات دقیق که نیاز به سختی بالا، استحکاک کم و ثبات ابعادی بسیار عالی دارند استفاده می شود. پلی‌پروپیلن یک ماده همه کاره، نیمه شفاف، سبک، قابل بازیافت و مقاوم در برابر مواد شیمیایی است. تلاش‌های زیادی برای ساخت فیلامنت‌های پلی‌پروپیلن صورت گرفته است، هرچند که به دلیل دشواری در چاپ این مواد هرگز محقق نشده است. فیلامنت‌های معمولی PP دارای خاصیت پیچشی بالایی هستند که باعث می‌شود تقریباً برای چاپ بر روی پرینتر سه‌بعدی کارآمد نباشند. نایلون بین مواد غیر انعطاف‌پذیر پرینت سه‌بعدی بیشترین مقاومت را در برابر ضربه دارد و خواص مکانیکی خوب و مقاومت شیمیایی بالایی دارد، اما از چسبندگی بین لایه‌های خیلی خوبی برخوردار نیست و هنگام پرینت گازهای سمی منتشر می‌کند. با توجه به این خصوصیات از آن در قسمت‌های در هم تنیده و متحرک مدل استفاده می‌شود. علاوه بر اینها روزانه مدل‌های جدیدی از فیلامنت‌ها با ترکیبات و متریال مختلف روانه بازار می‌شود.